ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ, 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 41-умро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 17. از روی این مسئله هم چند نفر برآمد کردند. مثلا نظام الدین برآمده گفت که وی مقابل نیست که از خلق محلی عسکر قبول کرده شود، ولی به این کار هنوز فرصت هست. سراسیمگی لازم نیست، زیرا که خلق بی سواد، نخواندگی و جاهل است. وی ملتق را که به دست گرفت، به هر سو کلویدنش، حتی به طرف خود ما ملتق راست کردنش ممکن. اول خلق را خواندن لازم، بعد به عسکری دعوت کنیم. پس از این سخنهای باغرضانه گفته شده، باز حیدرقل مجبور شد که به مذاکره برآید. از خلق ترسیدن و ایبا کردن لازم نی، گفت وی. خلق مهنت کش که آزادی، بخت و سعادت خود را از حاکمیت شورایی یافته است، هیچگاه بر ضد این حاکمیت ملتق راست نمی کند. همان کس از خلق می ترسد که وی او را نمی داند و از وی دور است. بلشویک ها همیشه با خلقند و آنها برعکس طرف دارند که خلق محلی را به صف عسکری دعوت کرده، آنها را به قطار عسکران سرخ درآریم و یک قشون یگانه متحد با روسیه شوروی سازیم. نه، ما قشون علاهیده خودمان را می سازیم، گفت عثمان خواجه‌ایف. ما یراق نداریم، ما معلم، آموزگار و فرماندهانی با تجربه نداریم، گفت حیدرقل. ما خواه ناخواه به عسکران سرخ روسیه مراجعت می کنیم و قشون یگانه می سازیم. در بالای این مسئله خیلی تلاش شد، لیکن در آخر تکلیف حیدرقل را خواه ناخواه قبول کردند، زیرا که مسئله یراق کندلنگ افتادمان. عثمان خواجه‌ایف با میرزا محی‌الدین مصلحت کرده گفتنی بود که یراق را از خارجه، از انگلیس ها و گرمان ها خریدن ممکن است، لیکن میرزا محی‌الدین به وی مصلحت نداد. خب شنید، گفت. من، گفت در آخر عبدالقادر محی‌الدینف، از حل شدن این مسئله خیلی ممنون و خرسندم. مادامی که قانون قبول کردیم، اکنون به شورای ناظران سپاریده شود که نظارت حربیت ترتیب دهد و از هفته آینده سر کرده ترتیب دعوت به عسکری را دیده برآمدن لازم است. در برابر همین یک چیز را قید کرده گذاشتن لازم. در بین ما بعضی یک جنابان از حد زیاد چپروی می کنند. گمان می کنند که آنها انقلاب را کردند، آنها صاحب مملکت هستند. نه، این طور نه. جمهوریت خلقی بخارا بی صاحب نه. من جناب حیدرقل را به ترتیب دعوت می کردم که پس از این در مجلس های کمیته اجرایی مرکزی به ملاحظه تر باشند. رخصت دهید، گفته نظام الدین برخاست. جناب حیدرقل افندی مرا از خلق دور، به خلق ناآشنا، اسد مخصوم را قریب عکس الانقلابچی
محمد سید افندی را بدبین و ضرر آور گفتند. این به حق ما از حقارت هم بدتر است. بله گفت سید احراری، من در این باره فکر خود را تا حالا اظهار نکرده باشم هم، ولی به خود قید کردم که البته در خصوص چنین جنابان چپرو یک چیزی می نویسم. من تکلیف می کنم که گفت عثمان خواجه‌ایف، این خیل کسان از هیئت کمیته اجراییه برآورده شود. همه به نماینده کمیته فرقه اشتراکیون بخارا نگاه کردند. وی که مردی غلچه، کلچروی، سیر ابرو و گندمگون بود، پیشتر یکی از فعالان فرقه یاش بخاری ها به شمار می رفت. پس از همراه شدن این فرقه به هیئت فرقه اشتراکیون بخارا، با تکلیف یاش بخاری ها به کمیته مرکزی گذشته و در آنجا به مدیری شعبه تشکیلات تعیین شده بود. ولی برای چی بود که ستاره حیدرقل به وی خنک می تافت و آش حیدرقل با او نمی پخت و بنابراین در سر هر مسئله با هم تلاش می کردند و او تا می توانست حیدرقل را پست می زد. حالا هم وی از جا برخاسته گفت: با چپروی های رفیق حیدرقل اعتراض ها به چیز نه. البته رفیق حیدرقل کمونیست بلشویک در انقلاب خدمت کرده است، همه این را ما می دانیم. لیکن این صفت ها به آن کس حقوق نمی دهد که در مجلس های مهم و با اعتبار برآمده در حق آدمانی به وجدان گپ های سخت زنند. گزیته بخارا اخباری ناشر افکار حکومت انقلابی بخاراست و به آن فرقه اشتراکیون راهبری می کند. این گزیته فقط ناشر افکار سید احراری نیست. پس هرچی که در آن نشر می شود تا یک درجه فکری حکومت و فکری فرقه است. بنابراین ندانسته این خیل گفتن حیدرقل را من ناجایز می شمارم و به مجلس آگاهی می دهم که این مسئله را ما در کمیته مرکزی محاکمه کرده رفیق حیدرقل را درست‌تر آگاه می کنیم. اگر حکیمف، ابو سیدف، عاریفف، عظیم جان مخصوم و چندی دیگران برآمده حیدرقل را طرفداری نمی کردند، کم مانده بود که او را از هیئت کمیته اجراییه خارج کنند. حیدرقل درباره خود چیزی گفته نتوانست و خیلی خفه و محزون شده ماند. اما اسد مخصوم گویا تنتنه می کرد. چشمانی وی بازی کرده به هر طرف می نگریستند و در این بازی آتشک های چشمی وی چی یک طوفانی بلایی بود. قسم 18. مجلس کمیته اجراییه مرکزی دیر به آخر رسید. در پایان ارگ حیدرقل از دیگران جدا شده یکی و تنها راه حولی خود را پیش گرفت. راه او به واسطه گذر قوش مدرسه و گذرهای میردوستیم و خیابان می گذشت. هوا اندک سرد گشته، آسمان ابرناک و منظره های شهر دلگیر کننده بودند. هنوز روز تاریک نشده، در کوچه ها آدم کم مانده بود. راه کلانی که از سری پولی روغنگران گذشته به طرف قوش مدرسه می رفت و یک وقتها یکی از کوچه های مشهوری شهر به شمار می شد، حالا به نظر حیدرقل افلاس، سیرچنگ، خراب نمود. فراش ها نمی رفتند، آب نمی پاشیدند. در شهر رود نیز آب نبود. اینک همان شهر رودی که حیدرقل یک وقتها از دست آدمان میرشب گریخته به واسطه آن تا بلب حفظ ارباب رفته بود. چی عذابها، چی عقوبتهایی را که از سر نگذرانید وی.
خدمتگاری قاری بچه های مدرسه‌چه لب حفظی ارباب، دیوانه خانه خواجه اوبانی، دیوانه شده گشتم، حبس و تبعید، سیبیر، درس حیات و مبارزه، انقلاب را کی کرد و به سر کار کی گذشت؟ میرزا محی الدین، عثمان خواجه‌اف، اسد مخصوم، نظام الدین، حاجی حسن بیک. اینش در غم ملی آنهای خودش، ویش در تلاش جاه و منصب، باز یکش در فکر عیش و عشرت خودش. اسد باشد همه اینها را جانم گفته خر کرده سوار شده گشته است. کی می داند پگاه وی چی بلاها را به سر مردم می خیزانیده باشد؟ دانسته ایستاده باز او را به جایش ماندند. افسوس که فیض الله خواجه‌اف و دیگر رفیقان نبودند. امروز طرفداران اسد اکثریت شدند. این زمره می توانستند به حیدرقل هر خیل تهمت ها زده او را عیبدار کرده از هیئت کمیته اجرایی مرکزی هم بیرون کنند. حتی فرموده حبس کنانیدنشان نیز ممکن بود. توبه، گفت خود به خود حیدرقل. گپ زنم میزنن، گپ نزنم دیگی مسجد میبرن. در تگی رسته کوش مدرسه یک آدم به وی سلام داده گذشت. وی به تن لباسهای ملیسگی داشت. در میان تپانچه بسته بود. به نظر آشنا می نمود، اما حیدرقل به زودی به خاطر آوردن نتوانست که وی را در کجا دیده است. بعد از خیلی راه گشتن وی به خاطر آورد که او را در میرشبخانه دیده بود. بلی، وی یکی از آدمان میرشب بخارا بود. حالا ملیسه شده است. پیشتر تپانچه نداشت، اکنون در میانش تپانچه گپ زنید و قند خورید. در حال تپانچه اش را به سر دلتان راست کرده شما را پیش می اندازد، به ملیسه خانه می برد، کمش 2-3 روز به قطاری کیسه برها حبس کرده می ماند. به سری گذری میردوستیم رسیده بود که بی اختیار به سوی حملی آیم‌الله برگشت. خواست عصا و فیروزه را دیده کمتر غبار دلش را برآورده بعد به خانه تنهایی خود رود. فیروزه و عصا نوکک از کارهای خود برگشته در بالاخانه اشان به فکری خوراک پزی بودند. فیروزه گوشت پاره می کرد. عصا برای پیچکه هیزم میده می کرد. آنها حیدرقل را دیده خیلی شاد گشتند. چی پختن چی تیار کردنم را ندانسته ایستاده بودم، گفت خرسندانه فیروزه. شما آمدید و مسئله حل شد. البته یک دهن میرزا خان دیه، گفته تبسم کرد حیدرقل. البته گویان عصا از بیرون یک بند هیزومی میده کردهش را گرفته در آورد. خوش آمدید، هر قدم ماندید بالایی دیده، کنی از بالا گذرید. من حاضر پیچکه را عالم می کنم. فیروزه جان در آتشدان آش می پزد. خانه کم بغلی ما را عیب نمی کنید. هیچ دستم نمی رسد که به این طرف آن طرف اینجا نگاه کنم. شب آمده خواب می کنم و پگاه کتی برآمده می رویم. این کس گاه نیمی شب از کار بر می گردند. هیچ باکی نی، گفت حیدرقل. به چاینیک چای انداخته دهید، سماور جوشیدگی است، گفت عصا به فیروزه. وقتی که عصا چای دم کرده آورد، حیدرقل سبزی نرگیسی می کرد. فیروزه برنج تازه می کرد. عصا چای کشیده به حیدرقل دراز کرد. انا همین طور برادر، گفت حیدرقل فکرش را دوام داده. بیدرک نگفتند که سو کترگن خار و زارو
کوزه سیندرگن عزیز. آورده آب خار و زار و شکننده کوزه عزیز. مجلس نغز گذشت می؟ پرسید فیروزه. بد نه، گفت حیدرقل و نتیجه مجلس را مختصر بیان کرد. به این کویبشیف و فیض الله خواجیف ها چی می گفته باشند؟ پرسید عصا. چی می گفتند؟ خفه می شوند، البته می رنجند، غصه می خورند. عسکر آورده زیر کرده، اسد مخصوم را بندی کردن از دستشان نمی آید مگر؟ کویبشیف این کار را نمی کند، گفت با باوری تام حیدرقل. به کارهای داخلی جمهوریت بخارا هیچ وقت مداخله نمی کند. اگر حکومت بخارا یاری طلبیده مراجعت کند، گپی دیگر. مراجعت کنیتان دیه، گفت به عصا. مراجعت کنیتان دیه، گفت عصا به حیدرقل خطاب کرده. شما خودتان حکومت کو؟ آخر نه، آخر همین طور می شدگی برین، گفتماند حیدرقل. اسد مخصوم نبوده است، بلا بوده است، گفت عصا. بلا هم گپ می، گفت فیروزه به گپ همراه شده. اسد مخصوم افسونگر، سحر دارد. عایشه و مادرش را به همین درجه آوردگی آدم، کلانهای اجرائیه را بازی دارانده می تواند. عصا خندیده ماند. واقعا، گفت حیدرقل، درباره عایشه و بیبی رجب همه گپها را نگفته ماندیم. خوش، همین کتی عایشه دلداری خودش کریم را فراموش کرده است گوی؟ به ارواحش فاتحه خواند، گفت به دو معنا فیروزه. تمام باور کنانیده است که کریم کشته شدگی. وقتی که زنده بودنی او را فهمید، قریب بیهوش شد. احتمال 2-3 شب خوابش نبردگیست. بی وفا. این طور نگویید، گفت فیروزه. این از بی وفایی نه، این از ناعلاجی. با عایشه مشکل. خیر، بلا به پسش، گفت دست افشانده حیدرقل. به خودش مشکل می شود. اسد مخصوم به غیر از خودش جانذاتی را دوست نمی دارد. عایشه را دوست می دارد، گفت تأکید کرده فیروزه. من دیدم و باور کردم. احوال کریم بهتر شده است، گفت حیدرقل گپ را به سوی دیگر کشیده. من خط گرفتم. و در کجا باشد؟ در سمرقند، در کسلخانه سمرقند بوده است. بهار می آمده است. الهی صحت شود، گفتمان فیروزه و از جا برخاست که آش را کشیده به سر دسترخوان گذارد. کریم صحت شده بیاید، خودش از دشمنش نقار می گیرد، گفت عصا. اگر تا به آن دم اسد مخصوم باشد، گفتمان حیدرقل. در کجا می شد؟ گفت فیروزه. گنده بلا نمی زند. این گپت هم راست، گفت حیدرقل. گنده بلا نمی زند. لیکن من مانده شدم. از کارم استعفا داده برایم می گویم. همین قدر کردیم، بس نیمی. خیر، اول من آش کشیده بیارم، گفت خندیده فیروزه. بعد استعفا می دهید. وی بیرون برآمد. روی حولی تمام تاریک شده بود و اندکی آتشی چوخ که در زیر آتشدان بود در تاریکی روشن به چشم می تافت. فیروزه پیش از برداشتن سرپوشی دیگ اول پیلسوزی سری آتشدان را گیراند، بعد طبقها را پاک کرده به آتشدان نزدیک گذاشت، کفگیر را تازه کرده ماند. همین طور با این و آن خود را مشغول داشت تا که فرصتی دم خوردنی آش رسد. فکر و خیال او پریشان شده بودند.
اندیشه او درباره حیدرقل بود. مانده شدم، از کار می روم. گفتنی حیدرقل برای فیروزه گپی خیلی کلان بود، زیرا که حیدرقل برای فیروزه و عصا قریب خودی انقلاب بود. آنها الفبای زندگی را، مبارزه را از وی آموخته بودند. آنها چی بودنی انقلاب، چی بودنی حاکمیت شورایی را از وی دانستند. اگر از فیروزه پرسند که کاری حق و راست چیست، وی به هیچ یک ملاحظه می گوید که کاری حیدرقل امک است. این مردک که در دنیا بغیر از منفعت انقلاب و غلبه آن، بغیر از نیست و نابود کرده شدن دنیای ظلم و فساد دیگر مقصدی ندارد، چرا از کار می روم می گوید؟ از کار رفتنی وی از دنیا چشم پوشیدنی وی است. وی زن ندارد، فرزند ندارد و دیگر در طلبش هم نی. همین فیروزه را به خود دختر خوانده است. گل کنانیدنی حیاتی نو را مقصد خود قرار داده است. نه، او را به این حالت گذاشتن خوب نه. به وی یاری رسانیدن، از طی قناتی او در آمده برداشتن لازم است. فیروزه خواست که سرپوش را از سری دیگ برداشته آش را کشد. کسی از بیرون دروازه را تق تق زد. برای آنکه آیمولا و با بازرگر تشویش نکشند، فیروزه سرپوش دیگ را به جایش گذاشت و از دریچه شبگه به کوچه نگاه کرده کیست؟ گفت. از پایان آوازی میرک شنیده شد. من اپا فیروزه، من میرک، گفت وی. در این دم عصا از خانه برآمده به فیروزه گفت که آش را کشیدن گیرد. وی فرآمده دروازه را می گشاید. فیروزه سرپوش را برداشت. بروی حوری بوی خوشی آش پلو پهن شده رفت. السلام اپا جان، گفت با عصا بروی حوری پیدا شده میرک. من به شما یاری دهم چطور آشی خوشبو پختید آبی دهانی کس می رود. بیا نباشد، طبق را نگهدار، گفت فیروزه و به شوهرش خطاب کرده به سخنش دوام داد. شما در آمده دسترخوان پهن کنید، انار میده کرده مانید، ترب را درآرید. در وقت آشخوری سخن از آش و پزندگی فیروزه رفت و وقتی که دسترخوان را غنداشته چاینک چای را به میان گذاشتند، میرک به سؤال حیدرقل گفت. دادیم نقص، به شما سلام گفتند. امروز رفته بودم، کمتر به کارشان یاری دادم. در وقت آمده ایستادنم فرمودند که به حوری شما رفته به خودتان یک گپ گویم. حیدرقل پیاله چای را بروی گلیم گذاشت. خوش، چی گپ بوده است؟ میرک به سوی فیروزه و عصا نگران چی گفتنش را ندانست. گپ زدن گیر، گفت حیدرقل معنای تغافلی او را فهمیده. اینها از آن خودی، در پیش اینها هر گپ را گفته می توانی. میرک تبسمی کرد و به سوی صاحبان خانه نگریست و با همین گویا عذر خواستگی بر این شد و گفت. دادیم گفتند که اسد مخصوم امروز به باسمچی ها ملتق هایشان را داده است. چی؟ گفت فیروزه محمدانا. ملتق داده است؟ به کدام باسمچی ها؟ به آدمانی جبار قرباشی بودگیست، گفت از جانب میرک حیدرقل. و قریب 200 نفر باسمچی های گذرای قرباشی را جواب نداده گویا
تفتیش کردنی شده نگاه داشته مانده بود. البته همانها را بازگشته مسلح کرده به قطار آدمان خودش در آوردگی است. خیر، اگر باسمچی ها تسلیم شده به خدمت کردن راضی باشند بد نیکو، گفت عصا. بیدرک سید پهلوان این خبر را نرسانیدگی است، گفت فیروزه. ها، گفت اندیشمندانه حیدرقل، بیدرک نی. اسد مخصوم حس کرد که در پی او هستند و هر رفتاری او را همه با یک آواز معقول کردن نمی گیرند. بنابراین صف خود را مستحکم و پرزورتر کرده امروز نی پگاه روی راست بر ضد ما قیام کردنش ممکن. اگر خیر گویید، گفت عصا، این خبر را به چه که رسانم؟ من خودم می روم، گفت حیدرقل. تو میرک را به خانه اشان گسیل کن. شب تاریک شده ماند. وی از جا برخاست. همه به وی تقلید کردند. ولی چشمان فیروزه با نظری سؤال بر روی حیدرقل دوخته شدند. گویا پرسیدن می خواست که اکنون مصلحت ما چی می شود؟ من باید چی کار کنم؟ یک روز نه یک روز با اسد دست به گریبان شدن لازم البته، گفت حیدرقل. شاید آن روز رسیده باشد. من رفته فکرم را می گویم. چه که تنها حاجی حسن بیک نه. کنی چی می شود؟ بر وقت خلاص شوم آمده به شما خبر می دهم. تو فیروزه تا آمدن عصا به پیش آیم الله فرامده شین. زنی دو جانی تنها خوب نی. عصا جان، تو زودتر میرک را برده مانده برگرد. من خودم، گفت میرک، من خودم میروم، در کار نی. هلاک شدنشان. نه هیچ گپ، گفت عصا. باز من از آنیت بعضی گپ ها پرسیدنی هستم. کنی پیش درا؟ فیروزه از پس آنها دروازه را بسته به حولی درون به نزد آیم الله در آمد. خانه پایان چراغان بود. با بازرگر لامپه سیومی دور پلته را گیرانده به چشم عینک مانده از سیم و پولکچه های طلا چیزی می ساخت. آیم الله در پیش تیریزه میانه در دست کتاب چیزی را مطالعه می کرد. ها، بیا دخترم بیا، گفت آیم الله از بالای عینک به وی نگاه کرده. حاضر خودش درباره تو گپ زده حافظ را کشاده بودم. خیریت آمدی دخترم، گفت با بازرگر هم. من همین قدر قصه و افسانه گفته این کس را مشغول کردنی شدم، فایده نبخشید. این دهانی بیدندان دلگیر کند نه خندان. سلامت باشیتان، گفت فیروزه. کیها می فرامدم، لیکن حیدرقل امکم آمده بودند. رفتند می؟ پرسید زرگر. ها، رفتند، گفت فیروزه. عصا هم. فیروزه در قریبی آیم الله نشست. آیم الله به سیمای وی نگاه کرده دانست که در هیجان است و چی اندیشه دارد. بنابراین گپ نپرسید و خواست که اول او را اندک آسوده کند. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 41-ро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.